آب، تاجیکستان با همین 141,000 کیلومتر مربع و 10 میلیون اهالی ما در دنیا جای هشتم هستیم. برادر عزیز، ما از لحاظ مساحت از 100 هم بالاییم، 150 هم بالاتریم، یعنی کم مساحت داریم. از لحاظ ذخیره های انرژتیکی، گیدرو انرژتیکی، فقط انرژتیکی نه، چون ذخیره انرژتیکی نفت و گاز اینا هم، اما ذخیره های گیدرو انرژتیکی ما در جهان جای هشتم هستیم. ما بای هستیم، بای شدیم. ما قشاقترین، جزء 15 کشور قشاقترین دنیا هستیم. برای چی؟ این سرمایه رو، این بایگری رو ما تبدیل به پول کردن نمیتوانیم. برای چی عرب میتونست است نفت تبدیل به پول کند؟ مثلا افریقایی میتونست است. در دنیا ژاپن هست، یک کشور شاید شنیده باشید، شویتزاریا هست، یک کشور شاید شنیده باشید. همین دو کشور نفت و گاز ندارند. ژاپن با یک کم و بیش سرمایه‌های زیر زمینی دارد، اما شویتزاریا اصلا ندارد، حتی نمک ندارد. میدونید یکی از بایترین کشورهای دنیا هست. و برای چی؟ برای دو چیز دارد: مغز سر، عقل و رهبریت خوب، رهبریت عوض شونده. شویتزاریا یگانه کشوری هست که پرزیدنتش 1 سال بعد عوض می شود. اصلا پرزیدنت ندارد. یک شورای پرزیدنتی 7 نفره دارند، به نوبت هر کدامش 1 سال پرزیدنتی میکنند. بایترین کشور دنیا. نه گاز دارد، نه نفت دارد، نه آب دارد، منظورم آبی زیاد